پادشاه مشکوک شد که همسرش هر شب داره بهش خیانت میکنه. از یه شب وقتی ملکه خواب بود، مخفیانه یه چاقوی فولادی به شدت تیز داخل یکی از قسمت‌های نامناسب بدن همسرش گذاشت تا بفهمه کدوم نگهبان با همسرش رابطه داره. صبح روز بعد پادشاه دستور داد تمام نگهبانا داخل تالار قصر جمع بشن و همشون لباساشون رو در بیارن تا پادشاه بتونه بفهمه کدوم یکیشون دیشب با ملکه رابطه داشته. در کمال ناباوری وقتی نگهبانا لباساشون رو درآوردن، پادشاه دید یه قسمت خاص از بدن تمام نگهبانا به جز یه نگهبان به اسم یعقوب بریده شده. پادشاه با عصبانیت دستور اعدام تمام نگهبانا رو صادر کرد به جز یعقوب. بعد از کشته شدن تمام نگهبانا، پادشاه تمام مردم رو دور میدون اصلی شهر جمع کرد و به یعقوب گفت آفرین بر توی مرد جوان، من به خاطر وفاداریت بهت 1000 هکتار زمین، 1000 گوسفند و 1000 خدمتکار هدیه میدم. یعقوب روبروی پادشاه ایستاد و دهنش رو باز کرد تا تشکر کنه، اما نتونست چون زبونش بریده شده بود.